سلام دوستان این زنبور نژادش کارنیکا هست. این زنبور پارسال بومی بود، من ملکه‌شو عوض کردم، نژاد کارنیکا. عسل آوریشون واقعا زیاده، ولی خب عسل به قدری زیاد میارن که زودی پشتش ضعیف میشن، یعنی دیگه جا تخم اصلا خالی نمیذارن که تخم بریزن. عسل خیلی زیاد میارن. الان این قابای بالا، من قاب بالا بهش دادم، کلهم عسله. یعنی این زنبور 16-17 قاب الان بالای 15 کیلو عسل داره. اینم بالا نمیدونم بگم مزیت، بگم خوبه، بگم بده، نمیدونم والا. یعنی کل قابا عسله، ولی خب الان تو برج 1 هستیم، ولی این قابا نگاه کلن عسله. یعنی اصلا جا تخم هم نداره، یعنی یه دونه حجره خالی نداره، کلهم عسله. خیلی عسل آوریشون خیلی زیاد. الان تو برج 1 من سرسیرم هستم، تازه گرمسیرم نیستم. الان اگه جایی تو هوای گرمم بود که بیشتر عسل می آورد، ولی خب من الان سرسیرم با این عسل آوری. این هم قدرت عسل آوری زنبور کارنیکا.